سلام و روز سعید جمعه مبارک باشد بیننده عزیز. برنامه نوید بامدادی است از رادیوی آزادی با تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان. من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. امروز 12 فوریه است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرهای امروز: شیرین امانزاده گفت همچون وزیر به نزد مردکار زنان نرفته است. قسمی از نساجی خوجند را فروختند و اندازه دولت را گرفتند. رئیس جمهوری ترکمنستان پسرش را معاون سروزیر تعیین کرد. شیرین امانزاده وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفت همچون وزیر به نزد مردکار زنان در ولایت ختلان نرفته است. ماه دکمبر سال گذشته امانزاده با زنان کارجو در مردکار بازار شهر باختر ملاقات نمود و این اقدام او از سوی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی توصیف شد، هرچند برخی ها بودن این مردکار بازار را یک مایه شرم برای مقامات گفتند. شیرین امانزاده روز 11 فوریه ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت دیدارش با مردکار زنان تصادفی بود و زنان کارجو حتی نمیدانستند که او وزیر است. امانزاده از آن اظهار حیرت کرد که مقامات زیرتابعش از تامین شدن تعداد زیادی آدمان در یرمرکه ها با جای کار حسابات میدهند، ولی چرا این زنان صاحب کار نیستند؟ وزیر مهنت گفت زنان کارجو از آن جهت خواهان تحصیل نیستند که آن هم وقت و هم مبلغ طلب میکند، ولی شیرین امانزاده افزود برای زنان وعده داده است که برایشان در دوره‌های آموزشی رایگان کسب می‌آموزند. در مردکار بازار باختر همه روزه تا 100 زن جویای کار و سن و سال مختلف جمع می‌شوند. برخی تحلیلگران میگویند در تاجیکستان که مسئله بیکاری از مشکلات رقم 1 است و صدها هزار مردان در روسیه در جستجوی کار می‌گردند، وضع زنان به ویژه زنان تنها در داخل مشکل باقی می‌ماند. ناظران اداره انداز در ولایت سوغد قسمی از بناهای نساجی خوجند، یک از شرکت‌های بزرگ در مرکز ولایت را به دیگر صاحبکاران فروختند. طبق قرار کمیته انداز 6 بنای متعلق به این شرکت را از 17 نوامبر سال 2020 به حبس گرفته برای رویانیدن بقیه قرض انداز برای فروش در مزایده گذاشتند. مسئولان این اداره روز 11 فوریه در نشست خبری گفتند فروش آخر سال گذشته صورت گرفت. ادامه موضوع در گزارش فرزان محمدی از شهر خوجند. اموال فروخته شده 2 بنای معموری، سیخ دوزندگی غیر استحصالی، انبار و ایوانچه را همراه با صحن بناها در بر میگیرد. نرخ ابتدایی این مال و ملک را 2,103,950 سامانی معین کرده بودند. مسئولان اداره انداز میگویند نرخگذاری طبق تشخیص نیازهای تابع وزارت عدلیه معین شده. بناهای فروخته شده در حالت استحصالی قرار نداشتند و اکثرا بناهای کهنه ساخت سالهای 40 زمان شوروی هستند. پروتکل رسمی شدگی عزم و نیتی و برای خریدن همین قسم بنا و وارد نمودن تجهیزات‌های نوی کارکرد نخی پخته و استحصالات محصولات نیت دارد در شهر خوجند کشانه. خودش مسکن از خانوادان بوده، از خانوادان خودش پختگی کار میکنه. ما باید یگان دامساز یا یگان باید فروختگی نیست. پرداخت کردن نتوانستن قرض انداز از سوی یک شرکت عظیم در شمال تاجیکستان در حالی است که سال گذشته به سبب خروج پاندمی اکثر کارخانه‌ها وضع ناگوار داشتند. قبلا نمایندگان شرکت نساجی خوجند گفته بودند که تا زمان حبس بناها حتی در آغاز پاندمی تلاش کردند کارخانه فعال باشد و به تولید نقاب شروع کردند. اما به گفته انعامجان پادشاهیف رهبر همین شرکت بسیاری از خریداران پول متاعهای استحصال شده را ندادند و در نتیجه وضع مالی شرکت ناگوار شد. این در حالی است که نساجی خوجند تا سال 2020 در پرداخت انداز امتیاز داشت، چون سال 2014 تجهیزات نوی خارجی را وارد کرده بود. بنا بر سند آخرین محاسبه قرض کارخانه از انداز به 1,300,000 سامانی می رسد و مبلغ اضافی از فروش اموال بر بودجه شرکت ارسال می شود. شرکت نساجی خوجند از کارخانه‌های بزرگ مرکزی ولایت سوغد به شمار می آید که سال 1932 فعال شده، در آن بیش از 1000 بافنده و مهندسان کار می کردند. پس از پاشخوری شوروی کارخانه خصوصی شده، در زمینه آن جمعیت دارای مسئولیتش محدود ابریشم و بعداً شرکت تکستیل سیتی تأسیس یافته است.
سال 2013 شرکت به نساجی خوجند تغییر نام کرد. حالا حدود 300 نفر کارگر دارد. بنا به آمار اداره انداز در ولایت سوخت، شهر خوجند سال گذشته نقشه درآمد انداز را پر کرده نتوانست و آن را تا 95% اجرا کرد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. رئیس جمهور ترکمنستان قربانگلی بردیمحمدوف پسر 39 سالش سردار بردیمحمدوف را معاون سروزیر و رئیس پلاتای عالی نظارت تعیین کرد. او همکنون بخش مالیوی حکومت را کنترل می نماید. به اطلاع تلویزیون دولتی ترکمنستان، سردار بردیمحمدوف به هیئت شورای امنیت دولتی آن کشور نیز وارد کرده شده است. درباره تعیین سردار بردیمحمدوف به مقام رهبر پلاتای نظارت عالی ترکمنستان قبلا خبرنگار بخش ترکمنی رادیوی آزادی گزارش داده بود، اما آن زمان این خبر تایید نشد. یک کارمند بخش امنیت پرزیدنت به خبرنگار بخش ترکمنی رادیوی آزادی گفته بود که پسر رئیس جمهور رهبری پلاتای عالی نظارت را به عهده خواهد داشت. پی در پی بالا رفتن پسر رئیس جمهوری ترکمنستان در مقام‌های دولتی، میان کارشناسان این گمانزنی ها را به میان آورده است که بردیمحمدوف 63 ساله او را برای جای‌نشینی خود آماده می‌کند. بعد ختم جنگ و خونریزی برای قره‌باغ کوهی، زندگی معمولی ظاهراً به بعضی از محله‌های آن برمیگردد، ولی نه در همه آنها. چند پیش وقت فروشنده ارمنی یک مغازه در شورنوخ، دهه تقسیم شده بین ارمنستان و آذربایجان، به رادیوی آزادی گفت که اگر مشتری آذری بیاید به او خدمت میرساند. شوهرش آتشین شد و تهدید کرد که برای این کارش او را میکشد. خط نوی سرحد و تقسیم شورنوخ بین دو کشور حالا در این دهه تنش‌های نو برانگیخته است. همکارم طاهر سفر گزارش می‌دهد. اینجا پرچم آذربایجان پرافشانی می‌کند. خط نوی مرز و آمدن نیروهای بین المللی در این دهه 80 نفری کشمکش ایجاد کرده است. مرز نو بر اساس سازش صلحی ارمنستان و آذربایجان تعیین شد که ماه نوامبر امضا کردند و جنگ خونین برای قره‌باغ کوهی را خاتمه دادند. سازش به این مغازه که صاحبش ارمنی است مشتریانی نو آورد. پاسداران صلح روسیه میآیند. آذری‌ها برای خرید نیامدند. تا حال ندیدم. اگر آمدن یگان چیز میفروشید؟ برای من فرق ندارد. مشتری ارمنی است، آذری و یا گرجی. سخنان او خشم شوهرش را برانگیخت. اگر آذری‌ها بیایند خودم تیر زده میکشم، تو رو هم میکشم. خط مرز را با موجگیرهای نقشه‌کش دقیق کردند و از بین عاقل این جفت می‌گذرد. هر دو اینجا آذری‌ها را دیدند. با شیرینی و کلچه قند آمدن، ما با چای قند ضیافت کردیم، رفتن. آنها پرسیدند که میتوانیم بیاییم. من حیران شدم. با شوهرم نگریستم و گفتم بیایید. گفتند که ما برای صلح آمدیم. ما باید ارتش توانا و رهبران خوب داشته باشیم. آنگاه همه چی خوب می شود. ولی اگر مثل مرغ و گوسفند ضعیف باشیم ما را قتل عام می کنند. حالا 12 حولی در طرف آذربایجان مانده است و صاحبان ارمنیشان آنها را ترک کردند. تطیف جواهریان در این وگان بی آشپزخانه و حمام زندگی می کند. منتظری سرپناهی نو است. ما نمیدونستیم که احوالمان چنین می شود. در عکس حال چیز و چاره امان را می گرفتیم. و من در گوریز در 15 کیلومتری دورتر از اینجا خانه پیشنهاد کردن نگفتم. میخوام اینجا زندگی کنم. زادگاه هم اینجاست. این کودکان در سایه اسلحه و سربازان بزرگ می شوند. در نزدیک خرابه‌های تالار میراث شوروی بازی دارند که در جنگ ارمنستان و آذربایجان در سالهای 90 آسیب دیده است. ولی کلمه صلح همانا از دیوارش پاک نشده است. بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی را در برابر سامانی برای امروز 12 فوریه چنین تعیین کرده است.
بیننده های عزیز، برنامه نوید بامداده بود که با تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. اخبار از این بیشتر رو در سامانه ما با نشان www.azadi.org و صفحه ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو پیگیری کنید. تا هفته آینده خدا نگهدار هر یک شما باشد.